بیا اینجا میخوام دو تا واقعیت پنهان بهت بگم. واقعیت پنهان پزشکی و واقعیت پنهان طب سنتی. واقعیت پنهان پزشکی، نسخه‌ای که هیچ پزشکی علنی نمیگه، اینه که بدنت قوی‌تر از هر دارویه، ولی سیستم پزشکی همیشه آخرین گزینش همون دارو، چون صنعت داروسازی میلیاردی روی مصرف کردن دارو طراحی شده، نه روی درمان قطعی و دائمی. واقعیت پنهان طب سنتی، چیزی که هیچ کسی نمیگه، اینه که طب سنتی به خودی خود جواب نمیده تا وقتی که مغزت به بدنت فرمان اشتباه میده. هیچ نسخه‌ای حتی اگر بهترین گیاهان دارویی باشه کار نمیکنه تا وقتی که سیستم عصبیت در حالت استرس قرار داشته باشه. بدن در حالت جنگ و فرار نمیتونه درمان، هضم، تنظیم هورمون یا پاکسازی رو انجام بده. این همون چیزیه که هیچ عطاری و هیچ متخصصی بهت نمیگه.